اسم من زکریاست و فکرشم نمی‌کردم خودم تو همچین دردسری که میخوام براتون تعریف کنم بندازم. همه چی از اونجا شروع شد که با یه دختر توی چتروم آنلاین آشنا شدم. دختر خجالتی بود و واسم عکس نمیفرستاد، ولی خب خیلی با هم دیگه گپ میزدیم. به نظر آدم خوبی میومد. یه روز پیشنهاد داد که همدیگه رو ببینیم و منم به امید اینکه یه رابطه خوب پیدا کنم موافقت کردم. با کلی هیجان و دلهره رسیدم به کافه‌ای که با هم قرار گذاشتیم و پیداش کردم. تنها نشسته بود و من محو زیبایی اون شده بودم. اون فوق‌العاده خوشگل بود، چشمایی کشیده و دلربا و لبخندی که دل آدمو آب می‌کرد. همین که شروع به گپ زدن کردیم خیلی سریع بهش احساس نزدیکی کردم و حس می‌کردم خوششانسم. مکالمه‌مون بدون هیچ تلاشی خوب پیش می‌رفت و به خودم اومدم دیدم دارم از علایق و رویاهام حرف می‌زنم. نفهمیدم زمان چجوری گذشت و هوا که تاریک شد خم شد و در گوشم یه پیشنهاد هیجان انگیز داد که مو به تنم سیخ کرد. بهم گفت دنبالم بیا. در حالی که از چشاش شیطنت میبارید گفت این دورو برای جای دنج و خلوت که تنها باشیم میشناسم. من که غرق زیبایی شده بودم بدون هیچ تردیدی پیشنهادش رو قبول کردم. کافه رو ترک کردیم و وارد یه کوچه تنگ و تاریک شدیم. وقتی هم دیگر رو بغل کرده بودیم قلبم داشت از سینم در میومد. وقتی هم دیگر رو خیلی گرم و پر احساس بوسیدیم اون لحظه فکر میکردم تنها انسانهای روی زمینیم. داشتیم عشق بازی میکردیم که یه دفعه یه تیزی توی پهلوم احساس کردم. خودمو کشیدم کنار و شوکه شده بودم. دیدم که اون دختره دست و پاهای ترسناک عنکبوتی در آورده بود. صورت زیباش تبدیل شده بود به یه هیولای ترسناک. چشماش مثل شکارچی گرسنه پر از شرارت بود. خوردم زمین و مغزم در حال درک کردن کابوسی بود که داره واسم اتفاق میفته. اون دختر تبدیل به یه موجود ترسناک شده بود. یه عنکبوت هیولا قصد جونمو کرده بود. کل وجودمو ترس گرفته بود و متوجه شدم که باید فرار کنم یا مرگ خیلی هولناکی در انتظارمه. با همه یه توانم به پایین کوچه فرار کردم. خنده هیولا توی گوشم اکو میشد و باعث میشد که سریعتر بدم. دیگه ریه‌هام نداشت و پاهم هر لحظه ممکن بود از دویدن زیاد کم بیارم، اما نمیتونستم وایسم. بالاخره تونستم از کوچه فرار کنم و به یه خیابون امن و روشن برسم. دور و برمو مثل دیوونه ها نگاه میکردم، اما خبری از اون موجود نبود و باعث میشد فکر کنم اصلا اون اتفاق واقعی بوده یا نه. خیلی روزا یاد اون قرار کورکورانه منو به فکر فرو میبره. اون موجود عنکبوتی منو تو تاریکی شکار کرد. فقط امیدوارم با گفتن داستانم یه کسی یه جایی گوش بده و مراقب خودش باشه. مراقب باشید که سایه های ترسناکی توی گوشه های بندر یاقوت میخزن. اونا حتی از بدترین کابوسامونم ترسناکترن. خیلی خفن بود نه؟ اینجا 2 ویدیو بهتون پیشنهاد میکنم. یکی احتمالاً داستان خودمه، ونداد، و اون یکی یه قسمت دیگه از سریال مورد علاقم VHS باکسه. تا قسمت بعدی بدرود.